خانم بادکنک دارم بادکنک. خاله تو رو خدا یه دونه بادکنک بخور. بادکنک دارم بادکنک. خاله یه دونه بادکنک میگیری. پیش بینم دهن تو کن برو نکن سیاست آقا نکن مال من هست رئیسه چه سرکنین ده روزش ده ماهش ده سالش هنوز ده سن بعدم مانده این دختر زن من هست ده خاطر پیسه ده پدرش دادم چیه؟ اینجا شدی؟ ده بیقدر حرفی بزن ایوان ناز گل بود سن عدرسد مال من است زن من است الباقی پیسه آوردم بی هیچ حال باید است که مال من است بفنگی فهمودی؟ برای کنم لاد نمی کنم جام لاد نمی کنم ببخشید بیا یالا بیدور یالا باسرو یالا بیدور یالا باسرو یالا بیدور یالا ایرو راز قارتوره مالایت بیدور راز قارتوره مالایت بیدور یالا بیدور یالا باسرو یالا روزه مالایت بیدور یالا روزه مالایت بیدور یالا بیدور گلنار زهرا پیاده شین
بریم حل که چی کار میکنی؟ اگه راهنما زدن اصلا موزک دریا بشکافه بس آخر شو زده بودم ها. مردم اصلا ماشین سواری بلند نیستم بشه یه جایی پیدا کردی وایسا اقبالم پیادش کنه همین دور برا باش دمت گرم اقبال پیاده شو بشیر خان زحمت بقیه بچه رو خودت بکشتی دمت گرم جلو اسماشون تیک می مجید کجا داری؟ مجید ای خود اقبال وایسا گلبو نبود کجا بود ها؟ دارن حرف میزنن گلبو اصابی نبود کجیه؟ گول چهره نداره مجید گل بود چرا اتفاقی افتیه؟ حال مادرش بد است دیگه با مادرش همیشه حالش بده این اصلا تازه نیست نه وضعیت بیماری اما این دفعه خیلی خراب است خب گل بود دیگه نمیایه چی؟ گلبو دیگه نمیاد یعنی چی؟ معلوم است کجایی تو؟ تو هم از اون رو بده مجبور باش مجید دستشو که میدانی مجید گلبو بدون فاصله مواظب خودت باش من همین دور برایم باش مجید اومدی گلبو به چی دشت کردی؟ فدا سرت با ناراحتی نه اپول خودم میام بیا بابا یعنی دمت گرم اصلا فکرشو نمیکنم اینقدر پول در بیاری هر وقتی هستی پرچم کاسوی والا یعنی دمت گرم به خدا چقدرم در آوردی چرا اخمات کردی تو من؟ فقط حوصله ندارم یعنی چی؟ ای گوشنه بریم فلافلی گوش نمیام اما دو نفره میچست بلند بذار یک وقت دیگه صبحی کجا بودی نبودی؟ خامون وقتی دروغ میگی قیافه تابلو میشه و من دروغ نگو فقط یکم سرم درد میکرد سر خودت یا مادرت؟ مادرم من سیاه نکن بودی من سیاه نکن مجید فیلم نمیشه یک بازیگرای خوبی داره که خدا میدانه بریم سعی کنیم بعدش گپ بزنیم بریم ما بریم فیلم بریم نمیتونی امسال نمیشه بریم چرا نتونیم؟ اون بالا دور نگاه نکن دوربین اون بالا نمیشه دوربین برم هر سال هست هش کن نگاهشون امسال نمیکنه مثل هر سال نیست اصلا داری نمیشه بچه میکنه نمیشه مدیر مجموعه دبیر جشن تو نشسته خب بشین ما میگم میخوام بری جامعه خیلی امسال تعیین فرق کنه داره نمیتونی بری داخل گلبو شبی میخواد فیلم ببینه نمیشه عزیزم دنبال شهر نگرد واسه مسئولیت جان چه خبره؟ هیچی آقا چرا سرصدا می‌کنیم؟ داخل مراسم نداریم؟ چرا 20 متر جواب نمیدی؟ ببخشید نشیدم آقا مشکل چیه؟ هیچ سری راهی کن بیرون چشم. سری بفرست چشم. بیرون برو دیدی وقتی که فکر کردی من خرم چرا؟ گم شو برو ببینم ای با آکیا یا ابوالفضل میگم من چیکار کردم آکیا تخم جن دیروز از صبح گلبو نبوده واسه چی جلو اسمش تیک زدی؟ آکیا دیشب شیفت شب تلافیش در آورد ای بابا مگه من نگفتم دیگه به من زنگ نزن برو آخرت باشه ها بچه ها نیستن کجا؟ بچه امرو مرخصی هم چه غلطی؟ مرخصی؟ با اجازه کی؟ آکیا بچه دو شیفت کار میکنن خب مگه بار اولشون بوده؟ میدونم ولی وقتی دیشب داشتیم برمیگشتیم هیچ کدومشون راضی نشدن این همراه بیان اینجا
اون وقت چرا؟ ترجیح دادم برن ساختمون خرابه ایلا کارتونی زیر پلی یه جایی بخوام ولی این همراه ایجی نیام اصلا نمی صرفید بیام تا میرسیدن صبح میشد میاس برم پامنار منم دیدم خداییش کاسبیشون خوبه پولشون در آوردن گفتم صبح تعطیل تعطیل منم کشک. آکیا ساعت 4 صبح زنگ میزدم بعد خوابت میکردم اعصابت گمرغی نمیشد گمرغی؟ بزنم تو دهنت؟ سلطان منظورم این ساعت 4 صبح زنگ میزدم بعد خوابت میکردم اوقاتت بیشتر تلخ میشد وگرنه اصلا کی میگه شما کشکی شما سالاری سلطانی خیلی خوب بس کن دیگه. لطفاً خواهشاً از این به بعد هر غلطی خواستین بکنید با من بی پدر و مادر هماهنگ کنید. رو چشمم چشم با ته بی پدر و مادر هماهنگ چی گفتی؟ هیچ چی گفتم یه بار دیگه بگو. گفتم شما با بچه ها گفتین برم مرخصی اصلا اینقدر خوشحال شدن خرکیف شدن آکیا من خودم جلوی در بودم با همین چشمایم هم دیدم. دیدی که دیدی چشمای خور ببن نفهمی چی میگه دخترم من؟ یک چیز میدانم که میگم سلام همین بلبو مجید بو برده ببره نه قول دادم نه گپ زدم نه نگاهش رد کردی؟ نه دیستایش طالم همین اقبال خب بذار بفهمم فایده نداره میدونم بلبو واقعیت رو نمیشه پنهان کرد واقعیت مثل ماهی میمانه که شاید پشتی کوره بمانه اما هیچ وقت پشتی اب نمیمانه اقبال اجید نفهمم ها نفهمم باش نمیفهمم خب خیلی گرونه باشه دست رو در نکن خداحافظ خداحافظ آمپولش نایاب تحت پوشش بیمه امنیه. خیلی هم گران است تموم داروخونه های شهر رو زیر و رو کردیم همه جوره گشتیم، دولتی غیر دولتی. حتی شبانه روزی هم گشت اون آمپولی که میخواستیم و هیچ جا نداشت خدا کنه پای هیچکی به دوا درمون باز نشه قیمتش 7 جور بازار سیاه 11 برابر گرونتره. 7 میلیون یعنی هیچ 7 میلیون کمتر گیرتون نیومد نه دمتون گرم بچه بلند چی بریم یه ساندویچی بزنیم بریم شیف 2 آکیا شاکی میش بلند من ماکانی با کارچ بنرمیم ای کارد به اون شکمت بخوره تو مجید خان ها آقا کیو چیزی نگو هر کسی یه قلقی دار دیگه بیا بریم کجا این بدبختا رو انداختی دنبال خودت؟ انتظار داری بریم به دست و پای مشتریا بیافتیم یه ساندویچ برامون بخرن؟ کی گفت بیا برو به دست پا اینو بیا هم تو مهمون خودیم بیا بریم اوه ورشکست نشی تو اگه پول داشتی اول شیتیل ما رو میدادی شیتیل چی میخوای شلما صبحی تعطیل بودی چی تعطیل بودی؟ تعطیل بودی دیگه مرد حسابی 7 صبح رفتم سر چهارراه ناصر خسرو وایسادم دنبال آمپول درخواستی جناب عالی میرفتم سر پامنار وای میزدم تا شب 100 تومن کاسب بودم سب میکردی خودم میدادم حواسم بود بیا سگ خور برای چی پرت میکنی؟ تا بفهمی همه چی پول نیست این کاغذ کف دست مش بابا بچه بیا بریم این برا من هم نونه هم آبه میفهمی؟ هم ننمه هم بابامه هم جد و آبادمه هم بنزمه هم بی ام ومه بگم بازم؟ همشون دارن میلغونه فقط چشون دنبال خوردن ساندویچ منه آمپو برای کیه حالا؟ شما فعلا کف کن فضولی هم نکن. دارن حرف میزنن ما کیه؟ اسمه است
خدا بد نده. باید نبینی برم است. مامان گلبو؟ پایش که لنگ لنگ میکشه چشمش هم خیره شده. یه آمپولم اگه باز نزنه کور فلج میشه. یه جورایی امس دیگه. اگه ماهیدار بود این همه بدبختی نمیکشید. یعنی خاک تو سرت به تو میگه رفیق چرا تو الان نرمونی ها؟ اجت قسم داده بود نگنده. بگه تو عقلت کجا رفته ها؟ عقل نداری خودت؟ کی هستی مرد که؟ نمیفهم نامش ماهر است کارش قاشق آدمه. ما رو همون تبا و بدبخت در بدر کرد. 10,000 بدبختی و دوزو کلک ما رو چپاند صندوق عقب ماشین آورد اینجا. از اما اول چشمای ایزو کسیفش گلبو رو گرفت. چند خرید گلبوره؟ 45 میلیون تومان ما 12,000 افغانی. این که خیلی پوله. کی قرار بیا ببرتش؟ دارم با تو حرف میزنم کی قرار بیا گلبور ببره؟ بدونی نگی دودش تو چش خودم میره. جامعه همین جامعه که روز تبر ندشه. دقیقا کجا میشی مرد که پیدا کرد؟ من کجا میتونم گیرش بیارم ها؟ مسئول کارگرای افغانی یکی از کورهای آجرپزیه. به ارواح خاک مادرم تو همون کور چالش میکنم. حالا میبینی. بشیر خان هفت رو بیشتر نمونده. پسر چرا قصه میخوری؟ 7 رو خودش یه عمره درستش میکنیم نگران نباش. ببین ناامید شیطونه. با دست خالی پس شابو چی شد؟ من نمیدونم مجید و بشیر خان 4 ساعته تو هموم دارن چیکار میکنن. بابا یه آب بکش بیا بیرون دیگه. تو فکر چاله گر خودت میکنی؟ تا بشه پرپاش خود چی بشوره؟ مجید چاله فرش بسته 2 ساعت طول میکشه. اینا رو ول کنه. کل پول که زهرا گلنار بمادن شد 1,770,000. این که خیلی کمه. اینجوری فایده نداره. با یه حرکت خفه نمیزنی. نمیدونم ولی پول آمپول باید از یه راه درست جمع بشه. راه درست که دوستت جواب نمیده. آفرین. جیب زنی، کیف زنی، قلپاق دوزی. هیچ کدوم. من قبلا فکر کردم میگم بیاین چند روز پول آقا کیا رو ندیم. تو غلط کردی. میخوای سر بتونه و نذاری مرد که جهلا. اگه به امید چندقاسی که از مردم میدین باشی یا بخوای پول آقا کیا رو ندی یا چرت و پرتای شما رو گوش کنی خودمون پس معرکه است. من نمیدونم. مجید حالش گرفته. باید کاری براش بکنی. هر جور شده. مجید میگم اینا اگر نامه ای نوشته چیزی بین هم رد و بدل کرده باشن هیچ کارش نمیشه کرده. گفته باشم این بجا دلاریته. الان نگفتی ناامید چیتونه. مستقی شد. امروز که چی؟ ما 6 روز. قوز بالا قوز. خیلی کمه وقت نداریم. میدونم. نظرتون چیه یه وکیل بگیریم؟ وکیل وکلا وکالت پناهجو جماعت رو اصلا قبول نمیکنه. قبول هم کنن یا باز کارت ملی داشته باشی یا کارت اقامت. گلبو داره؟ تو هم نداره. آقا وکیل اصلا این کیسا رو قبول نمیکنه. اینا اصلا براش دردسر اصلا صرف نمیکنه براش. راست میگی. نه میخواد بیراه بریم نه به کسی چیزی بگیم. مخصوصا گلبو نفهمه. گلبو که اگر بو ببر من میدونم و تک تک تو حواستون باشه. بمیرم و نمیدارم دستا سر بگیره. آقا جور کردن پول ماهر تو این اوضاع فیل هوا کردنه ها. من گفته باشم بهتون ها. خود چیکار کنی شرمان؟ کاری از دستمون بر نمیاد. زکی نجنگیده باختین آره؟ با نامید شیطونه. هر پول افغان چند تومنه؟ 370. اونم الان اونم با این وضعیت. شانس ما بالا نکشه سلوات.
12,000 پول افغان به ازای 45 میلیون تومان چقدر میشه؟ تقریبا 50 چوب. اونم تو 6 روز. پایه این. پس آقا کیا؟ آکیا با خودم شما بگین پایه این. نوکر تا هست کوچیکی دست ایوال دیگه حل. پشتی چی میگردی؟ برگه تو رو چی قرار؟ گلبو دختر مام است. اختیار فرزند با پدر است. کدام باغبان میوه نارسمی چینه؟ در خیال دختر کالایه؟ هجر رفتن بچه خیلی سوده جابر. میفهمم. من تباه شدم بس نبود. دانستنی کارمانه؟ مجبور بودم. اجبار چی جابر؟ اون دکی؟ ده ماهر؟ مرد سنرکه باز؟ تازه گلبو شود زن سومش؟ گلبو فدا شد. فدای کی؟ فدای تو، فدای خانوادش، فدای من، فدای خودش. گپ برب نزن. گل چهره جاویر از بین بد و بدتر بد انتخاب کرد. عوض چپاندن ما در صندوق پیسه زیاد طلب کرد. دارو نداره من فروختم طلاهایم دادم. از ما پیسه نگرفت. نگرفت؟ پیسه معامله کردی؟ ها؟ سر گلبو؟ کاغذ نوشتی امضا کردی؟ که روز تولد گلبو دستش بذاری در دست او حرام لقمه؟ هر کسی می بود با جای من می کارو میکرد. پیسه کجاست؟ این خانه کرایه داره، خرج و مخارج داره، خرج تو دختر تکی میته. چه خرجی؟ گلبو کار مونه با پیسه که هر شب زیر بالشت نله خانه میچرخه. میچرخه چی میچرخه؟ پیسه چه پس بتی دخترم من پس بگی. دنگه شده؟ کجا قایمش کردی؟ دود کردی دادی هوا؟ گفتم گپ نزن دیگه. هوا نه؟ ده کسی دادی؟ توفته شرفت. از وقتی که نمیدن بسیار زبان بازی میکنم چه؟ بگی بپوش رضا، سرد سرما میخوری، بپوش لج نکن. نمیخوام. رضا حیوون میگم بپوش، کلیات عفونت میکنه، بپوش سرد، اینجا حیثیتمون تو این مردم رفت. بابا بره من این نمیخوام، من عقابی میخوام، این دوست ندارم. عقابی رضا تا 3 میشمارم، پوشیدی نپوشیدی درم تو سرویس میکنم. 1 2 3 و زهر ما رو بگی بپوش کثافت لجن. پدر ما رو چی بردی تو امروز اینقدر لج میکنی بچه؟ بگی بپوش. خانم شما دخالت نکن، دست شما در نکنه، این مسئله خانوادگی. بابا صورت به بچه رسیده نزن. خانم عزیز پدر منو در آورده، این کاپشن داره، میگم بپوش نمیپوشه تو این سرما. چی میخواد حالا چی میخواد؟ من نمیخوام، عقابی میخوام. عقابی برو پدرم بیارم الان تو این. فردا همین ساعت بیا همینجا به مرد لباس بده. دست شما در نکن، دست شما در نکن، خیلی ممنون. من نمیخوام، من نمیذارم من حرف بزنم. اون وقت اون مغازه کاوش عقابی داره. مغازه سوم سمت راست نه اون. تو ویترینش با عقابی داره. شهرم بیاد میریم با هم میخریم. نزن تو رو قرآن. بابا عجب روی آدرس میدی خانم، من خیلی از شما آدرس حیثیتمون رو نبر پیش خانم. بگی بپوش، بگی پوش. نمیخوام خانم رو میذارم. بگی هم بپوش. بگی هم بپوش. بگی بپوش. بگی دست در نمیخوام زن برو با من دیگه بده نکنی یا. من عقاب تیز چنگالم که دردم را نمیدانم. خیلی خوشگل شلما، به درد من میخور فقط. نمیخواد نقشت بیای بیرون، اوجا فقط بس بزنی. بکن این کاپشن رو برو پس بده، الان کثیف میشه رو دستمون میمونه. بدو خوشتیپم بزن. خیلی. چه خبر انقدر داد و غل رفتی؟ به سلامت. ای که 200 تومنه. خاطی چقدر باشه؟ قراش 300 تومن ازم بخرید، نه قیمت فروش. چه خبره؟ قیمت خریدش 250 تومن فاکتور. 300 به تو بدم؟
ما طی کرده بودیم با هم، چرا دبه میکنی تو؟ گم میشی بیرون یا زنگ بزنم پلیس بیاد؟ زنگ پلیس؟ نه که من اینقدر کتک خورم حال و حوصله ندارم. یا ساعتان دیگه میذاری روی یا شب خود این مثل اوقا میام بالا سره. یه چیزا پشت من دیدم. اونا پلیس ببین راحت‌تر میشه. باشم یاد مثل خودم بچه پر روی 50 تومن که دوباره با هم کار کنیم. شله کاپیشان. برسی 30 تومنه. قصدی چند بهت بدم؟ 50. 50 به خاطری بود که زدی تو گوشم. چه که اضافه زدی. شربت کم. این وسط یه چی هست گلبو دارم و قایم میکنم. ما نمیخوای با درد سر بیفتیم. زن مرد 50 سالشونه درد سرش خیلی بیشتر اقبال. خودش نمیخوای مجبوره که تن بته. مجبور چی؟ خود تو میگه چیکار این نظر وا بده. کاری بوده که من نکرده باشم. الان برو ببینم چیکار میکنه. حواس بشن جمع. اقبال گلبو مال منه میفهمی؟ مال منه. بس سلام. آنده نباشین. سلامت باشین. کسی در نام ماهر اینجا میشناسین؟ چی؟ کسی در نام ماهر اینجا میشناسین؟ نه نمیشناسم. نمیدونی کجا پیدایش نه کنم؟ نه. یعنی کسی در نام ماهر اینجا نیسته؟ نه مطمئن هستی؟ مطمئنم. کسی در نام ماهر اینجا نیسته؟ هست ولی به اسم ماهر نه. قاچاقچی جماعت 10 تا استاد. من بچه آمار گرفتن گفتن توی که همین کورای تو احمد بگردین دنبال برگه. اسم رس واقعیش تو هست پیداش کنیم یعنی برگ برنده. جایی هم نمونده کم نگشته باشه. با من به تو میگم بگرد تو میگی جایی نمونده همه نگشته باشه. نامید شیطان اقبال بگردین شما. باش. کیوا برا بردوی ایما نفرت کیلا مکم عشقو جوانی ایما بدل یک ما نویس عشق ما بچه 4 روز بیشتر به تولد گلبو نموند. باید براش چی کاری بکنیم؟ یه کار درست هرمونی. کاری که دوستوته جواب بده. مثلا جشنی دور همی چیزی را بندازی. مجید هم اصل است هم کامل. بده به جاور بگو جام صبح 45 میلیون هم میفرستیم دم خونش. یه راز گوش بکنه بینم حرف بدی میزنم. باید جشنی میگیریم بلید میفروشیم. بگن خب به دسته تا بچه خودونا جایزه میدیم. یکی بهترین اسفند دود کن. یکی بهترین فال فروش. مرگ خوب درد خوب و پا میشنن تو صورته. گفتن یه بار بگو. یه فرض قرمزی پا میکنیم. عشق یه بند خدا که اول اسمش گلبو میاد وسط میگه کرش بده و کرش بده تو مرگ بگی به تو مرگ دلانه میخواد دلت غلط کرده بگی به تو مرگ. هی چی نمیگم اینجوری نگاه نکن. بیا بشین رضا بیا بشین. هنو اینقدر بیغیرت نشدن جلو من ای ذره میزنی. نه به شما میگم یه راهی بزنی جلو من. نه یه شعر میگی شما یه قشقش میخندی. مردی یه غلطی بکنی. واسه ببینم برو ما ببین. برو دیگه پس دیگه. مگه از صبح هر غلطی که جناب عالی بگی ما نکردیم؟ کردیم یا نکردیم؟ من این سوال از تو دارم. اگه جای گلبو پای کسی رو دیگه مغز من نرو شلما. آقا یه سوال میپرسم جوابشو بده. اگه جای گلبو پای کسی دیگه وسط بود شما اینجوری آمپر میچسبوندی؟ شما اینجوری داغ میکردی؟ تک تو رو پدر آدم دروغ بابا. برو بابا. میخوای چه غلطی بکنیم مثلا؟ فهم کنن که دکوراسیون دعوت میکنم موتا. بارا زر نزن بابا. صبح میریم سر کار شب میایم گاراژ کپه مرگمونو بذاریم آقا 2 شب بیدار میشه برای ما ارد میده این غلطو بکنی اون غلطو بکنی. مونا که دارن روزا بخاطر کتای میخورن که پول کاوش آقای بزنن کف دستت. حالا میمیزی زی گوش مت که ایرازی بیا ایران بزن بیا. فایده نداره آرزا. فایده نداره منت میذاری.
شما توقع داری میام دست پاتون ماچ کنم ها؟ نه آقا رضا، اینجا هر کی هر کاری بکنه وظیفشه، چون پای گلبو واسه. دوان تبسته که به شرف نام گلبورم دیگه نه. بابا اونی که ما نریده بود همه بس کن دیگه شلمان. چیو بس کن؟ من دارم به خاطر خودتون میگم. تا کی این آقا بیاد هی دستور بده هی ما بگیم چشم؟ یه توفم که کف دست کسی نمیندازیم کلا. اینو بگو هرس خودم میزنم. با نظرم کف دستت بری نش کنی ها؟ چرت و پرت نگو، یه چیز بهت میگم مجید. مثلا چی میخوای بگی؟ زهرا خانم من به تو چی گفتم ها؟ جواب من بده، چی گفتم؟ نگفتم هر چی کم کسب بخر، یا بگو خبر مرگت مجید داری میای بخر بیار. گفتم یا نه؟ آره گفت. فهمیدین؟ ها؟ فهمیدین؟ هر کی کم آوردی یا میخوام مثل دوتون منت بذار دیگه به درد من نمیخوره. هری گورتون گام بابا کن. هری نکن. اون که با دومش بذاره رو کولش این گاراش هری کنه توی نما. چش رو چشم آقا شلما. فقط یه چی آرزو دمت گم، از تو توقع نداشتم. بس زشته به خدا بگو زر نزن تو هم دیگه جاسویی چی؟ وایسا مجید کجا میری تو هم؟ ولش کن بذار بره، راه باز جاده دراز. به من گالتایی زرزر میکنی. الان که مشکل داره اینجوری میکنی؟ چه زود خوبیاش یادت رفت. رفیق نیستی نارفیق نباش دیگه. آخه همه شدیم بله اربابگوی آقا. بله قربانگو. یه بار دیگه لغت املایی از من بگیری تو اینو میبندم به هم، پا برهنه میفرستمتون سر چهارراه تا صبح گدایی کنی. بله قربان. زر نزن. خاک تو سر خرتون بکنن. یعنی شما مثل خانواده من میمونی. تو مثل برادرمی، تو مثل خواهرمی، تو هم مثل برادرمی. تو هم آینده ایشالله خانم گل خودم میشی. من اصلا طاقت ندارم اشک شما رو ببینم. اصلا نمیتونم ببینم کسی به شما ظلم میکنه. یالا اومد زد تو گوش رضا. خفه شما با علکی اینجا برای ما اشک تو انسان نریز. من خودم خط به فیلمم. من خودم هر روز از پامنار تا پاچمه گریه میکنم واسه یه پاپاسی پول. بیا برو بیرون چپر چلاق گدا گشته. برو بیرون. رضا عمر از این گاراژ من بنداز بیرون. بدو. گاراژ تو شلوار تو بکش بالا، نمیخواد گاراژ نگه داره. نگهبان اینجام جا سویچی عین این سگای جلوی پراید میبندمت اینجا بزنم تو سرت بری پایین بیله بالا. برو بیرون. شاشیدم تو اون گاراژی که نگهبانش تویی. چه لجن. باز که بوس کنه. زبون باز کردن گدا گشنا. هی بهشون رو میدی اینجوری میشه. ما دلمون خوش و یه رفیقی داریم، اینا که جلو بچه زد دیگه گوش میده. ولش کن، اصلا برات مهم نباشه مثل من. ولی نامردی توی اوضاع تنهاش بذاری. ولش کن بابا، الان نامردی اینه که شما منو ماساژ ندی. کام شو میجا من نوکر پدرتا وقتی که خواه خاک تو سر بیلیاقتت کنن. من خرم بالا خواه تو در میاد. ببند در گاراژ سوز میاد. سرده. کیوا برا بردوی ایما نفرت کیلا عشق و جوانی. یه تکمله هم داره. به نظرم کودک کار بده، اما کودکی که کار میکنه خوبه. ما این دوتا رو نباید با هم قاطی کنیم. من همین الان فرزندم همسن مجیده، هیچ مشکلی ندارم کار کنه. اگر مجبور به کاری که متناسب با سن و توان و استعدادش نباشه مجبور بشه، اون خیلی تلخه. حالا گچکاری هم برای مجید خیلی کار به نظرم مناسبی نیست. میتونه برای مهارت و آیندهش اتفاق خوبی باشه، میتونه کمک خرج خانواده باشه از این جهته، اما کودک کار که مفهوم. چی میگی؟ ببخشید مجید خب من غلط کردم. من واقعا دیشب من میگم رفیقم بی خیال. عجب. بی خیالی دیشه ول کن. بشین بریم. کجا؟ بریم کن. کن؟ آره دیگه کن دیگه. میدونی کن کجیه؟ ها؟ پول داری؟ پاسپورت داری؟
کارگردان فیلم هنری هستی؟ بابا چرا چرت و پرت میگی؟ اون کن نه، این کن خودمون کن سلگون. صبح زود کله سهر اومدی در خونه ما، هنو آفتاب بیرون نیومده. کی قلیون میکشه؟ قلیون چیه؟ ای تو من یه چیزی میگم میگی قلیون سیگارینا. اصلا قیافه من میخوره حالا قلیون تو باشم. که اصلا برین کاخ ببینی. کاخ؟ آره کاخ. کاخ چی؟ کاخ جشنواره. جشن چی؟ بابا یه ذره مغزتو فشار بیار، به ذرای دیشب رضا فکر کن. رضا چی گفت؟ توهم زدی، بیا برو خدا. یه دقیقه وایسا، من چیزی میگم میگی توهم زدی، قرصات اشتباه خوردی. تنها راهش همینه عزیز من. باید یه جشنواره راه بندازیم، بلیت بفروشیم، این راه فقط میتونیم اون پولو جور کنیم. 2-3 روزم بیشتر وقت نریم. داستان چی شلما؟ داستان چیه؟ داستانشو من بهت میگم. با من اون موقع خودم یادمه آدم خف میکردم جاده امام داوود. کلی آشنا اونجا دارم. تو بشین. مشتی کاخ پول میخوا، اجاره میخوا، ما که نداریم. بابا باز حرف زدی تو. بشین، منو دست کم گرفتی. بشین همش با من. بشین. بشین نگران پولش نبود. پول چیه؟ بشین مشتی. چرا جلو؟ بیا. برو کاخ با من. بیا. بیا. کاخینه. چش کن. قبرستون چشه؟ ترکی دیجو. با یه دست روش بکشی کاخ کرملین و ملکه الیزابت گذاشته جیبه. مسخره کردی من شلما. مسخره چیه؟ بالا ها ببین کاخو. با دارم میبینن دیگه، در وا کردن تا اینو همچی معلومه. در خونه بازه. چرا میزنی؟ در باز بود همینطور شب وقتی پایین اومدی تو. عمو زغنبو کیه؟ توی شلما. عجب. دمم آقا. چه عجب از این طرفا را گم کردی؟ هیچی والا. با آقا مجید رفته بودیم زیارت امام داوود. خود حضرت فرمودن داری برمیگردی یه سر به رفیق قدیمیت بزن. حضرت نگفت که میای دست خالی نیای تا اینجا؟ میسازمت ممس. این مثل آویزون ایجه؟ آویزون چی بابا؟ صاحب اینجاست. قیافش که نمیخوره. اون من بمیرم. دشمنت بمیره. پاشو ببینم. پاشو ببینم. آقا معرفی میکنم. آقا مجید رفیقمون، آقای محمد آسی ملقب به ممسی، عاشق آهنگای آقاسی. میگه لبه کارون چه گل بارون. خیلی خوب بابا. سلام علیکم آقا. علیک. شاکرم. داشتی میکشتی تا. مطمئنه؟ آره آقا اینه چشا. برو یه دور تو کاخ بزن. یکی خفتم نکن، دوار جلوتر باش. برو نوچه. الان که میتونم برم. برو یه دوری بزن. ولی جایی نری یا فقط دور بزن. همینجا دور بزن. بهش بگو جایی نری. جایی نری. خیره ایشالله. حالا که دیدی من برای شهر باشم. تو همیشه واسه من شهر بودی. بابا نوکرت همین چه حرفیه. یه شب اینجا رو میخوام. تو جون بخوا. چکری. خیره ها؟ شما فکر کن خیره. ببین اینجا درب و داغونه. میبینی که مرتب نیست. منم یه پاپاسی تو جیبم ندارم خرجش کنم. بابا کی پول خواست؟ من میگم میان اینجا رو میروفن دیگه. آباری کلا. اون وقت من چی؟ تو هم گفتم که میسازمت دیگه. این کجا رفت؟ بلش کن. یه ذره دیر به جنبی این دوست دخترش شوهر دادن رفته. خب این که خوبه. مبارک باشه. چی بابا؟ ببین مبارکت باشه. وایس مبارک چیه بابا؟ عروس بچه است. 15 سالشه. حالی پول میدازی ها؟ حتی گاراژ داشتی میدازمت بیرون. باید تو جو بخواره. سابقه که دیگه جوابگویی میکنی ها؟ من برداشتم. با کدوم خری برداشته؟ من که میدونم. امروز من 50 تا کار کردم 20 تونش برداشته. خب الان ولش کن. یه بار فضولی نکن. جلو ماشین کار چی میگه؟ آیا نزدیک کل خیاری هاشمی پولم رو برداشته. چه خبرتونه؟ اینجا رو گذاشتون رو سرتون. 20,000 تومان رو پولم رو برداشتیم. این دست من نیست. الکی میگه با پولاش من بیا اینجا کار دارم. بیا اینجا. بیا اینم مجید چی کار داره. بیا. شلوغ نکن.
اینا مگه با هم دعوا نکرده بودن؟ باید جشن را بندازیم. چی رو جشن را بندازی؟ این الان داشت منو دوز میکرد. جمع میکنی بچه بازیاتون یا نه؟ اگه قرار یه شب پول در بیاریم پا میا بلیت بفروشیم. حتما. این که فکر ما بود. حالا یه فکری کردی. مگه ما اصلا خر خوردیم. همیشه نقاط پولی که داریم از دستمون بپره. جشن چی؟ کجا؟ جاش خیلی خوبه. کن سلقون. چی کنسولغون؟ کی میاد اونجا؟ هر که تابوز خواهد جور هندوستان کشه. کاچی بعضی چی حالا؟ نه با دو تو بازیگیری بازی کنی چهره بالاخره یکی پیدا میکنیم میبریم مردم هم میان نمیان. دعوتن ما که بازیگر دست نیافتنیه. من خودم با یه بازیگر خفن نام ما رفیقم هر چو بگم میاد. برای چی لاف میزنی چرت و پرت میگی آخه؟ به جان مادرم که هیچ وقت ندیدمش راست میگم. ای بابا کی هست حالا؟ سکاف کریمیس بوده؟ ناک کینگ جونگ سوه؟ ناک نه بچه کیم کشکله. نه فریبا کوسری نشون به اون نشون که من به اسم کوچیک صداش میکنم. فریبا خانوم اون به فامیلی صدا میکنه میگه آقای باغ میشه عبدالله باغ میشه. برو با باز ما رو اسکل کرده. اصلا به عبد لافتن دیگه معروف شدی. شکالا زنگ میزن. یه الان دار زنگ میزن با اون. جواب نمیده. بیا رد تماس. یعنی یا مزاحم یا ناشناس. مگه مرض داری یا خلاف میزنی؟ پیچوندتت. یعنی میخوام بگی من دروغ میگم؟ من کی بهتون دروغ گفتم؟ اون وقتی که تو پارک نیاورم پارک من قلایی بودم واسه ماشین چاپارک دیگه میداشتم. ای کنیم بابا شوخی که چه کار میکنی؟ بلم کنیم بابا همش تسخیر میکنین. بلم کنیم بابا بلم کنیم. برو مشکل منم دیگه. من بعدم به این کنار بعدی نشید. عبد بلم کن کی بابا. گفت تو مشکل؟ بلم کن بابا بابا. دارم باید شوخی میکنم. باشه بلم کن. کی گفت تو بدی؟ بلم کن. عبد دارم حرف میزنم بیا وجه بشین کار دارم. برو میخوام تنها باشم. بلم کن مجید. نمیای الان؟ نه برو. من الان به شما چی بگم؟ ها؟ یه چی میگی؟ شما هیچ رو کلیک میکنین روش گیر میدین. باید دیونه مخمت تلید کرد دوستشو با می فریوا کوسی خوار ناتنی ما اما مادر یکی اپلات دادایی با خب بگه گیر ندیم با چیکار بچه داری هی گیر میدین؟ میبینین اصلا نداره هی گیر بدین هی گیر. کیه؟ بچه خودشه. عبد بیا گوشی داری زنگ میخور بیا بدو بگی جواب زنگ زن. ها جواب تیم تشکیلی ها. جواب بده. الو فریبا جان سلام. کجایی؟ همین الان بیا ویدیو کال زود. سلام فریبا جان. سلام عزیزم. چرا پیش بچه ها زایم میکنی؟ زایه؟ خدا نکنه من تو رو زایه کنم. جانم بگو چی شده؟ بچه ها جشن دارن. جشن؟ من بهش قول دادم که اینجا باشی. باشه. برام آدرس و لوکیشن بفرست. حتما میام. دیر نکنی ها. باشه حتما. رای نداری؟ من باید برم سر صفحه. با نشان بیا که گم نشی. باشه. خدا. شب بخیر. یعنی ای سوزه من کوه ناره وای ناره ابدم ناره ابدم ناره چه خبره؟ میخوام جشن رو بندازم اوکی. جشن با این گاگولا؟ با بچه کار دیگه. خب این قضیه چه ربطی به من داره؟ من نوکرتم اوکی. 3 رو دورشون خط بکش. پس یعنی کار به کتفم دیگه. کار خیره. خیر تو عین شره. به ارواح خاک مادرم خیر. بیمایه فتیره. ماهیش میدم.
مایه‌شو میدی. باشو خودتو جمع کن پسر. تو مگس تو جیبت داره پشتک بارو میزنه. 8 گرو 9 اون وقت حرف از مایه میزنی؟ دارم. داری؟ پس اخ کن بیا. الان که ندارم. پس زیر نسیه نزن. آکیا من نوکرتم. صبح برنامه باید تحصیل میکنم. جشنون بگیرین صبحش بعد میرم. بابا پشتت کیه؟ خودم. خدات. پس برو به همون خدات بگو یه چکی سفته یه چیزی ازش بگید بیار بعد بنال. با چک سفته هم کجا بوده؟ چک سفته نداری؟ اگه داشتم وزنم بهتر. پس کن برو بیرون. آکیا برو بیرون. من ضامنش میشم. جونم. سلام مادر. در خدمتیم قربون شما. ببخشید این بچه‌ها تو دارن کار میکنن سر صداشون اذیتتون میکنن. نه من اومدم این گلدونو بدم بذارین لب حوض بلکه از عزیز منم خبری بشه. به به چه گلدونی چقدر قشنگه. به به چه بویی داره چه عطری دست شما درد نکنه. خداحافظ. به سلامت. زنون در بلند و باز نبونه زنون در بلند و باز نبونه چرا غزل بدون اساس نبونه گلی بابا بیا غذاتو بخور دیگه. جایدن که تاکون شده دراز نمونه با اون ولکو چی کارش داری؟ بذار کتابشو بخونه. غریب من دیگه نمیخونم. چرا؟ من دارم میخونم که دیگه غذا کوفی کنی؟ سلطان اسطوره فدا و قیافه ناست بشم من تا این نخونی سانش گیرو من پاره نمیره. بخون به یه شرط بخونم شما هم دست بزنید. چشم. زنون در بلند و باز نبونه زنون دارم میخونم. بیا این برو کن بخون زنون در بلند و باز نبونه من دیگه نمیخونم. و جانم که نمیخونی چه مرگت شد دوباره؟ من میگم اینجوری دست شما اینجوری دست میزنی؟ ما نمیدونیم کدوم ساز تو برقصیم برای دست بزنیم دست بچرخونیم تو نگاه بکنیم ساندش اصلا بگمش بیرون. زنون در بلند و باز نبونه. خف میشی یا نه؟ بگه بشین ایجر گوش کنه. مسئول پذیرایی و تشریفات ما کی بهتر از من برات میمیره. باش مالی همین لفت چی؟ بشیر خان دیگه. تو خوابم نمیدیدم اینجا سر و سامون پیدا کنه. دست در نکنه ما دستگاه گرفتی. یه رفیقی دارم نقاش ساختمونه بهش زنگ بزنم بیاد یه دستی به سر و صورت اینجا بکشه. یعنی دمت گرم همسی اگه این کار بکنی که گل میشه. بچه بیان. خب بقیهش چی؟ دبیر جشن که بدون دبیر نمیشه. دبیر جشنواری خیلی مهم خیلی. یادش بخیر یه وقتی من معلم ادبیات بودم. چی؟ معلم یا همون دبیر ادبیات نمیتون دبیر جشن هم باشه. این
اینجور نگاه نکن دبیر خوبیه فقط یکم کثیف. بگذاریم حال بعدا در موردش حرف می‌زنیم. مجری الان مجریمون چیکار کنیم؟ مدیریت عشق و محبت و معرفت و مهربونی و این همه دویدنات خودت دیگه تو. من به قیافه من میخور مجری باشم، شوخی نکنیم. خب به افتخار مجری و دبیر من؟ بله خود شما و من حقیر هیپ هیپ هورا. نور در بلند و باز نبونه، نور در بلند و باز نبونه. وایسا بینم کی هستی؟ با کی کار داری؟ این نفس دخترمه. بیا اینجا دخترم، بیا پیش بابا. کی زن گرفتی حالا دختردار شدی؟ کجا بود تو حال ندیدیمش ممسی؟ دخترم هفته یه مرتبه میاد به باباش سر میزنه. سلام بابا. سلام بابا. اینا کیه؟ اینا دوستا من، رفقا. از قدیم گفتن رفیق ناب زندگی رو شاداب میکنه. خوش اومدی. بیا ساندویچ میخوری؟ نه بعد بره، دایش دم در منتظرشه. برم خواهش کنم بیا تو یا منتظر بمونه؟ کپی خودت هست ها. اگه که یه سیبی افسر له شده. نفس خانم نبودیم باباتون دبیر شده. دبیر؟ دبیر جشنواره. دیگه خب دیگه الان وقتش بلنش. وقت چی؟ خیلی دبیر درست کنی. ممسی؟ کاریو که این بلنگو میکنه کچنگ نمیکنه. قبلا برو بیایی داشت از خودش، الانشون نگاه نکنم یه باتری بندازی روش نوع میشه مثل روز اول. اینم خدمت شما. دست در نکنه. خب باشه خان چه خبر؟ خوبه؟ خودش سلامتی. خیلی وقت ما سر نمیزنیم. اما موقعی دیگه حاجی رفته من توی کوچه رد نمیشم. حاجی برای من یه چیز دیگه بود. براش جنس می آوردم. ولش کن اصلا. بریم. دست در نکنه. خیلی لطف کردی. میشم قربون تو برم. فرش قرمز واجبه؟ نون شب واجب تر مشتی اصلا جشن بدون فرش که نمیشه. پسر حاجی الهی قربونت برم. ما یه فرش قرمز هم میخوایم. شما اصلا کل اینجا هم بار بزنیم ما اصلا حرفی نمیزنیم. نوکرتم ولی میدونی که فرش قرمز خط قرمز ماست. بعدش هم هر چقدر پول بدی همون قداش میخوری. ما اینجا همه چی داریم. هر نوع فرش قرمزی که بخوای. 5 به اضافه 1 کن فجر نمیدونم جشن حافظ کدومشو میخوای؟ کدومشو بهت بدیم؟ فقط گفته باشم هر چقدر پول بدی همون قداش میخوری. چشتی تایتانیکمون رو ما حیران چرا این میشونه اینقدر رنگ پس میده. هرچی پول بدی آش میخوری دیگه. ولی دلم میخواد یه جوری تمیز بشه گلبو روی رامیر مجید کیف کنه. الان دختر باید اینجا فرش بشوره؟ الان مرد اینجا نیست بیاد اینجا کمک کنه؟ نه من واقعا موندم الان دختر باید اینجا فرش بشوره؟ 2 تا دختر. تو قصد چه به کی خوردی؟ کوری نمیبینی من ازت کمک میدم. مجید باقی بچه‌ها رفتن پای باقی کارا. اقوام من کدو گوری صبح تا شب پیداش نیست. مردی به کمک بده. سردم من. گلنار اون گوشه فرش اون پایینشو قشنگ بشور.
میخوام برق بزنم. آفرین. بشور. نگاه میکنه منو. من واقعا نمیدونم آدم چطور میتونه از زیر کار در بره. او یه ذره وجدان کاری داشته باشیم. کارو درست انجام بدی. لجن کله قارچی. واسه میدم. کورکلیسی داری میشونی سو میذاری روش. مردم یا بالاش هم اینا جا لایچری. ما بخاطر لو قارچی ما بالا تیرا بنر ناس. حیف که پا مجید بس. صافا راضی هستی؟ راضی؟ نه بالله نه به خدا ولی خوب عیبی نداره. داداش بیام اینجا که 4 نفر ببینن 4 تا بلیط بخرن. چند تو خنگی خیلی بی‌معرفتی. ما بالا یه سمونه پایین نمیتونیم بگی دست در نکنه. خیلی پرویی خیلی. اینو بذار استوریت به رفیقاتم بگو استوری بذارن. همت گرم نوچرتم. سلام هم میرسوندی. یه عکس هم میگیری. آره برو باشا. اینجا خوبه؟ بچه خوب بچه خوب بچه خوب. آه چه زاویه ای. 3-4 تو بگی. نه اینجا خیلی چیزی میخوای. کجا رفتی؟ میا عکس بگی. دلم مثل سیر سرکه میجوشه اقبال. بعد در دلت را نده مجید. خدا بزرگه. 2 روز مانده تا تولد گلبو. این حرفا رو ول کن. چیکار کردی؟ شیر یا روبا؟ من خوش شیر هستم ولی از روبا خارترم. برگه او شده رفته داخل زمین. امروز سر صبح اتفاقی جابر دیدم. پشتش رفتم. خب کجا رفت؟ چیکار کرد؟ جابر چی؟ پدر گلبو پیسه ماهره در 1 نفر سر سود داده. خب امروز صبحکی رفته و سود پیسهشو بگیره. خب آدم های این زلخور نه پیسهش دادن نه سود پیسهش. خودش هم رد و کوب کردن. بله اقبال کن. پشت یه ماشینی نوشته بود انان مال خود به دست غیر مده که مال خود تلویدن کم از گدایی نیست. همین جایی دیگه. بابا اومدی؟ سلام. خرج ما نکن رو دستم توی بی پوله. پول آمپول جور شد. به زودی؟ بگو به خدا. از صبح من نمیدونم چی شد. یه دفعه ملت دارن پول واریز میکنن به حساب. خب بلند شو برین. کجا؟ با این ماشین خراب؟ بیا برین ناصر خسرو. من چی همیشه بهت گفتم؟ ببین عجله کار شیطونه. پول یا آمپول؟ میدونیم مادر گلبو وقتی حالش خوبه که این مرد که ماهر دست از سر دخترش برداره. غیر اینه؟ جدنجی نه؟ مجید من نگفته بودم تو راه نیفت این برو سرک نکش. تبیر دودی نهیده بودم که دیرم. به ابوالفضل تو ترک بودم. همون از دست رفیق ناباب. کی؟ شلمان. توپ تو زمین حریف ننداز مشتی. میخواستی نکشین نمیکشیدی. اصلا او داد. تو چرا گرفتی؟ خماری و نسخی این حرفا سرش نمیشه. اگه خمار بودی میفهمیدی چی میگم. خب باش. لذتشو ببر. جشنواره ما دویر دودی نمیخواد. دمتن گرم. مجید یه باشین کارت دارم. دیگه این غلطا نمیکنم.
آبرو ریزی نکن. نفس دخترم تو جشن میخواد به باباش افتخار کنه. خرابش نکن. میذارمش کنار. اومدن از چی نمیخواد چیکار تو اصلا دیگه نمیخوام دست شما درد نکنه. مرسی. آقا پولمو من بقیه پولمو گذاشته بودم این رو الان. باشه چشم. نیافتاده این بغل خانم شما این پول من رو ندیدی اینجا؟ من ندیدم. آخه الان من بقیه پولمو گذاشته بودم اینجا. مگه من دزدم؟ قشنگ از قیافت معلومه خودت برداشتی. دوستای هم جد آبادت به من دست چی شده؟ چی شده؟ چی شده خانم؟ من بقیه پولمو گذاشته بودم اینجا رفتم فقط چند تا شیرینی خامه ای از اینجا اضافه بکنم. جز من و این خانم هیچکی تو این شیرینی فروشی نبود. اجازه بدین. شما دیدین ایشون پول برداشت؟ دوربیناتون رو چک بکنین. آخه جز من و این خانم کسی اینجا نبود. خانم من دوربینو برای چی باید چک کنم؟ رفتش. میگم من مطمئنم آقا جز من این خانم اونجا کسی نبود. منم اونجا دارم شیرینی انتخاب میکنم. لابد لازم داشته دیگه. چه رفتی داره؟ مگه من لازم ندارم پولمو؟ من تقدیمتون میکنم. هم شیرینی رو بفرمایید هم پولش رو. آخه بحث شیرینی نیست آقای محترم. من خودم پولو گذاشتم اونجا بقیه پولمو اومدم اینجا چند تا شیرینی انتخاب بکنم. مطمئنم که اون خانم برداشت چون دقیقاً اون خانم دم پیش خون بود. من که نمیتونم ندید آبروی کسی رو ببرم. دوربینم کار آقا نمیکنه. چه رفتی به آبرو داره؟ من مطمئنم که اون خانم برداشته. خانم این شیرینی بفرمایید پولم چقدر بود چه تقدیمتون رفتی داره آقا؟ من نه شیرینیتون میخوام نه پولتون. آقای صادقی جانم آقا بله. 200 تا دانمارکی برای بعد از امروز تازه باشه. آقا رضا قارچخور هستن مسئول پذیرایی و تشریفات. خب فکراتو کردی؟ بله. بفرمایید. من یه مشورتی با آقا رضا کردم. به این نتیجه رسیدیم 500 تا شیرینی و آب میوه برای اون چیزی که شما اما میخواین خیلی کمه. حالت خوبه؟ چاکرم. مرد حسابی 500 تا شیرینی تازه، 500 تا آب میوه خنک برای اینکه اسم این شیرینی فروشی رو بزنی زیر بنر خیلی کمه. بفرمایید آقا بفرمایید. آقا داریم حرف یه جوری میزنیم. اسپانسر میخوام بشین شما بفرما بشین. تقریبا. خب با بازیگر میخوام عکس بگیره. حتما. یا ایشون تشریف میاره اینجا یا ما میایم خدمتش. سلفی دست دور گردنی تی جاروی. آقا رضا شوخی یکم ببخشینش. قبوله. فقط یه شرطی یا یه خواهشی. شرط که نمیشه بی خواهش. بفرمایید. اگه میشه می صندلی جشنمونم با شما باشه. اگه میشه البته. مجید تو قرار شد یه خبر خوشحالی بهمون بدی. حالا اینجا تنهایی کس کردی. همیش وسط خوشحالیام یادم میفت چقدر تنها. یه دفعه دلتنگ شدم رضا. دلتنگ کی؟ مادرم، آبجی، عزیزم که رفتن زیر خاک. تو چرا پدرت خبری نشد؟ قصد نخور خدا بزرگه. تو خوشحال باشی مادرتم خوشحال. بیا چرا هر جا میشینم میای روبرو میشینی؟ شاملوه. تو مگه شاملو میشناسی؟ نه. متاسفم. مگذار دیگران نام تو را بدانند. همین زلال بیکران چشمانت برای پچ 1000 ساله آنان کافی است. کافی است. این یکی از شعرهای شاملوه. تو شعرهای شاملو رو بلدی؟ نه. اینو از کجا بلدی؟ پشت بانت خوندم. جمعتونم که جمعه. شاملو، شلما، گلنار. شاملو، شلمان، گلنار، گلبو. بچه زود بیایم والا کارتون دارن. سری عبد بودو زهرا بودو.
از صبحی تا الان 300 تا بلیط فروختیم. 300 تا؟ بله 300 تا. هر کسی از 50 تومن تا هر چی کرمش بود ریخته به حساب. حالا بگین چند جمع شده؟ چند؟ 34 میلیون و 700. 3 میلیون هم موجودی خودمون جمعا 37 میلیون و 700. آفرین. قربون بزرگی خدا بشم. اک میدونستم هرچی او بخواه همون میشه. ولی موندم کی 300 تا بلیط خریده؟ ما 2 تا بنر بیشتر زدیم. میگیم حال همسایه 20 تا. اصلا 30 تا خریدم. 30 تا کجا 300 تا کجا؟ این لطفی که من به شما کردم ها. چرا؟ عکس بنر فرستادم واسه رفیق سلبریتی. خب تو حتما باید استوریش کنی. کرد. ولی هنوز پولمون خیلی کم. کمه؟ چه ربطی به من داره؟ ای بابا یعنی میگی به دروغ گفتم؟ نمیدونم فرستادم؟ دیوونم داری؟ اسطوره کی میگی تو دروغ میگی؟ انکات بزن. با اون میگی پولمون کمه. پیامش هم من خوندم. نوشت خودتو سلبریتی و سایر فامیلا وابسته بذاره استوری. خب دیگه تا فردا وقت داریم. جور میشه خدا بزرگ. آره بابا 200 تا بلیت دیگه هم فروش میره. اینقدر اینجا شروع میشه که مردم از سر کوله هم برن بالا. آفرین 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 سوزله 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 گنگانا گانا گمه سوزله 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 گنگانا گانا کمه ای سوزه من کوه سوزله 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 گنگانا گانا کمه ای سوزه من کوه ناره وای ناره چوان نارو به ماشین دگو او 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 ای دسو دسمالی هی ناری 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 ورا ناری نیو انجیرا کرشو شیری نو دربند رفت شاملو آقا جابر چطور هستین؟ سلام علیکم خوب هستو؟ یاری؟ زنده باشی. جانجوری؟ بفرما. ای چی هست؟ البته سواد نداریم. اگر داشتیم جایم اینجا نبود. کارت اقامه. هر کارگری کارت داشته باشه هم حقوقش بالا میره هم بیمه داره. صفته چه؟ دارید بگردو. ای کسی نشون ندیا. با چیشه؟ جابر از گلبو چه خبر؟ خوب است. خدمتگزار شماست. میبینمش. کپینش برو. سلام منو بهش برسون. با چیشم خداحافظ. گلبو گلبو تمام شد؟ چی میگه بیادر؟ خب این رنگریزی خونه از کار داره. یه اکسات از کس نرفته که بدبخت میشه ما. این پاسپورت گلبوه. میفهم دست پنجه تراس. ولی میخوام مثل کارت اقامت از اصل بیاری و مار پدر من در میاره. از کارگرام کسی چیز نفهمه. دل جمع باشه. من کار خود خوب بلد هستم. این شده 17 تا. 200 دیگه مونده. خسته شدم. این هم بخونم؟ نه برو سر کارت کار داریم تا شب بدو حتی مفنگی زر نزن میگم بچه ها اقبال خبر داریم؟ مرگ میگه این خراب شد در نره به گلبو خبر دادیم یه جشن قرار بود اقبال بره دنبالش با هم بیان. کیه؟ آقای مدبر. جواب بدی چی میگه؟ دنیا من تو رو دارم هر کس رفیق داره من تو رو این چیکارش کنم؟ خوش شدی یا نه؟ بیا برو بالا قشنگ پهنش که تا پایین هیچ کی هم خوکفش بار روی نمیذاری مال مهمونای میخوان عروش رد شن برن بالا جایزه بگیرن فهمیدی؟ بله شلما به جای بشینی اینجا تر بزنی توی بلند شو 4 تا باتری بگیر بذار روش
وصلش کوی بالا ایمان مهمونایی صدا به هم میاد برسه. چشم مجید خان. رو چشمم ممسی چشم ردیفه. بگم شیرینی آبیور رو کی بیارم؟ 1 ساعت موند به مراسم. 1 دقیقه برابر نشی یخچال نداری خراب میشم. چشم. حواست امرو قشنگ جمع میکنی گوشی تو دستت باش زنگ میزنم. خیالت راحت. گلنار خانم چای نبات باد. ببخشید آقای مدبر. بله یه ساعت قبل زهرا مراسم. اینا ممنونم. گربشور نکن تمیز بشو. خونه گلبور بلدی یا نه؟ نه بابا کجا بلدن اینا کار خودت باز خودت بری. با من 1000 تا بعد وقتی دارم. رضا گلنار گفتم بتیان دارم میگم امرو حواستون قشنگ جمع میکنی خرف بازی در نمیاری. میخوام برم دوال گلبو کار دارم فهمی؟ بله. مسخری هم نکن. اینا مال جشنم مثل خر میخوری تموم میشم. دیگه دست نزنیم. بچه دیگه خیالم راحت باشه. مجری توی زود بیا. باش. خب کارتون خرابه عزیز آقا مجید رفت الان دیگه رئیس منم کسی از زیر کار در بره ره سرشو میکنم تو این حوز باز صاف مشت مال گرنام چای نبات باد برو پایین روزهای اطلاعی پیام آشنایی بودی در کنارم ای عشق مردگارم خنده های نازی از گلبو چطور شد ماهی؟ گلبو تولد دختر مایا بیا خوش آمدی. مجید دیر شد بودو برو نمیخوای بریم بودو گلبو کو ها مجید گفتم بدزاد تولد گلبو فردایه. مجید جان همه بچه ها سلام برسان. جون من دیگه خودم میرم. دایی رسیده سر کوچه منتظرمه. نه خودم میخوام برسونمت. آبرومون رفت. بابا اونقدرم بد نبود. بریم دخترم بریم.
اگه یه روزی فرش قرمز ننداختم برات مرد نیست. جای سرمدم چشمام کشیدم سیام جان از حال بی حالم سیام جانه حالی ندارم عزیز جانه گل لالم گل نرگس مردم ز غم کم نما بر من ستم گل لالم گل نرگس مردم ز غم کم نما بر من ستم. مجید جان به همه بچه ها سلام مرا برسان. بگو گل بود بی معرفت نبود. اقبال همه چیز دمه و مامانم گفت. بچه ها خودم در پیشتان نبودم ولی دلم در پیشتان بود. ولی وقت سیای من نهش تا پایخوره روی فرش قرمزتان بلو. در شب تاریکی که تر شد پیرمرد بیشرف دم دست درازی کرد. یک روز زودتر از بعد اعمال. چاره چی بود؟ مجید مراقب مامانم و دخترای کوره ها باش. من که جز تو کسی رو ندارم که اونا رو دش بسپارم. دامونم که هیچ دختری آواره و به اجبار زن پیرمرد هیز و حوث باز نشه. در پستو آمادم تا شالی که خودت برم خریده بودی و تنها داراییم که موهای بلندم بوده برات در یادگار بلو. پدر بیچارم از حراس طالبا دی وصلت تن داد و حال ماهر بیشرف جلوی در منتظره. این دفعه خودم برم مجبورم که برم چون دیگه خجالت نکشونده چشمایت سعی کرد. خدا نگهدارتان بچه ها. سر میکشند شاخه ها در مجلس درختان نیزار می نوازد زیر صدای باران یک طره زلف یاری افتاده مست و مدهوش بادی وزید آن را میگیردش در آغوش در شرح روزگارم بسته لب و دهانم دستت کجا ساقی من مست این جهانم در شرح روزگارم بسته لب و دهانم دستت کجا ساقی من مست این جهانم. شعری که می نویسم درد دلی حروفیست گاهی به خط غمزه گاهی به خط کوفیست این دشت لاله‌زار است پاییز آن بهار است هر جا گلی شکفته آن جای پای یار است در
شرح روزگارم بسته لب و دهانم دستت کجاست ساقی من مست این جهانم در شرح روزگارم